In English language, there are three main tense: present simple tense, past tense, and future. In order to learn the past and future tense, you must first understand the simple present tense. The simple present has many uses in English. Hello guys, I hope you're doing great. So if you're new here, my name is Nasser and I hope you're doing great. Today I want to teach you the simple present tense. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. واسه کسایی که تازه ویدیو منو دیدن، من نسترن هستم و امروز میخوام بهتون زمان حال ساده رو درس بدم که یکی از پرکاربردترین زمانه مهم توی زبان انگلیسی هستش و کاربردهای خیلی زیادی داره. Guys, let's have a comparison first between general, permanent, and no. In general, we say I walk, and in no say I'm walking. Just this. ببینید بچه ها، بیایید اول یه مقایسه داشته باشیم بین جنرال و نو. توی جنرال ما میگیم I walk، ولی توی نو میگیم چی؟ میگیم I'm walking. خب فرق اینا چیه؟ بچه ها، کاربردای زمان حال ساده رو در ادامه بهتون میگم، اما فرق اینا اینه که جنرال رو ما زمانی استفاده میکنیم برای اینکه یه کاری رو بهش عادت کردیم و در واقع به یه مسیر عصبی توی ذهنمون تبدیل شده، مثل اینکه ما صبح خواب بلند میشیم و اتوماتیک صبحونه میخوریم. اما حال استمراری present continuous در واقع اون کاریه که دقیقاً الان دارید انجام میدید. اوکی، I'm walking یعنی من دقیقاً الان راه میرم، یه تایمی نیستش که مثلا من هر روز راه برم. اوکی. So we say in present simple tense I walk, you walk, they walk, we walk, but she walks, he walks, it walks. بچه پس ما توی این زمان برای I, you, they, we از خود فعل به صورت ساده استفاده میکنیم، اما برای he, she and it یعنی خانوم، آقا و it که برای اشیا هستش یه اس بهشون اضافه میکنیم به آخرشون. To use simple present past. Guys, میخوایم که کاربردای زمان حال ساده رو بررسی کنیم، در واقع متوجه بشیم که چه زمانی میتونیم از این حال ساده استفاده کنیم. 5 تا کاربرد داره، دونه دونه میریم 5 تاشو با مثال با هم یاد میگیریم. کاربرد اولش هستش permanent. For example, I live in London. بچه ها، permanent برای وقتیه که یه اتفاقی افتاده و در آینده هم همونه، در گذشته هم همون بود و قرار نیست هیچ تغییری کنه. For example, I live in London. وقتی میگه I live in London یعنی من توی لندن زندگی میکنم. خب این در آینده هم توی لندنه، توی گذشته هم باز توی لندن بوده و هیچ تغییری توی هیچ کدوم از این سه تا بازه زمانی قرار نیست رخ بده. کاربرد بعدی هستش routine and habit. For example, I go to sleep at 10 o'clock. خب ببینید وقتی میگه I go to sleep at 10 o'clock یعنی من هر شب رأس ساعت 10 میخوابم. این یه اتفاقیه که روتین اتفاق میفته، یعنی هر شب دقیقاً رأس ساعت 10 میره میخوابه و در 2 هفته دیگه هم همین جوری بوده، از یه ماه قبل هم همین جوری بوده. هیچ تغییری نیست که رخ بده و این همیشه هر شب ساعت 10 میره میخوابه. خب کاربرد بعدی هستش facts یعنی واقعیت ها. ببینید بچه ها، این کاربرد رو معمولاً با زمانای دیگه‌ای مورد مقایسه و سوال قرار میدن و شما نباید اشتباه بگیرید. مثلا برای چیزی که از قبل اتفاق افتاده، در آینده هم ممکن اتفاق بیفته و الان هم اتفاق میفته. برای واقعیت ها همیشه از زمان ساده حال استفاده میشه برای حقایق.
For example, the earth revolves around the sun. یعنی چی؟ زمین به دور خورشید میچرخه. خب این یه واقعیتیه، یه واقعیتی که هممون میدونیم، از گذشته اتفاق افتاده، الان اتفاق میفته، در آینده هم اتفاق میفته. یه حقیقتیه که زمین به دور خورشید میچرخه. پس برای حقایق حتما از simple present استفاده میشه. کاربرد بعدی که خیلی هم شبیه همون هابیت هستش، روتین and habit هستش schedule یعنی برنامه ها. For example, our class ends at 6 o'clock. یعنی چی؟ یعنی کلاس ما هر روز رأس ساعت 6 تموم میشه. خب این در واقع هم یه برنامه است، یه برنامه‌ایه که ست شده و دقیقاً کلاس رأس ساعت 6 تموم میشه و اینکه هم یه روتین و هابیت هستش. اینا رو قاطی نکنید، اما هر دوتاشون در واقع استفادهشون توی زمان حال ساده هستش. آخرین کاربرد هستش frequently. For example, he always goes to class. frequently یعنی چی؟ یعنی چیزی که در واقع خود کلمه به معنای مکررن، چیزی که مدام تکرار میشه. وقتی میگه he always goes to class یعنی اون هر روز به کلاس میره، هر روز. وقتی قید always همیشه or every day هر روز میاد یعنی جزء دسته frequently قرار میگیره، یعنی چیزی که هر روز به طور مداوم اون کار رو انجام میدیم، اتفاق میفته. How to use present simple tense. خب بریم ببینیم که چطوری باید از این زمان اصلا استفاده کنیم، چطور سوال بسازیم، چطور جواب بدیم، چطور منفی کنیم. خب و همه اینا. از جملات مثبت شروع میکنیم. positive. For example, we say I work, you work, they work, we work. بچه‌ها برای اینکه ما برای I, you, we and they بخوایم حال ساده رو براش بیاریم، خود فعل رو به صورت ساده میاریم و هیچ تغییری توی فعل ایجاد نمی کنیم. خب یعنی من بخوایم بگیم من کار میکنم، میگه I work، تو کار میکنی you work، ما کار میکنیم we work، اونا کار میکنن they work. اما برای خانوم، آقا و اشیا به آخر فعل یه دونه اس اضافه میکنیم که در واقع همون اس سوم شخص مفرد هستش. اوکی. و میگیم she work, he works and it works. اوکی. خب برای منفی کردنم خب اینجوریه که برای I, you, we, they از don't استفاده میکنیم، یعنی قبل از فعل don't رو میاریم که do و does فعل کمکی هستن، قبلشون اینو قبل از فعل اونو میاریم. For example, we say you don't work, they don't work. اوکی. ولی برای he, she and it از doesn't استفاده میکنیم، یعنی قبل از فعل doesn't رو میاریم و جملمون رو کامل میکنیم. برای سوالی کردن از دوتا فعل کمکی do و does استفاده میکنیم، اما نکته‌ای که هستش دیگه توی فعل هیچ تغییری ایجاد نمیشه. یعنی ما نمیگیم does she works، این غلطه و خیلی هم مورد سوال قرار میگیره و خیلی حواستون بهش باشه. ما هیچ وقت does she or he works نداریم. وقتی که از دوتا فعل کمکی استفاده میکنیم برای سوالی کردن دیگه هیچ تغییری توی فعل ایجاد نمیشه. پس ما میگیم do you work, do they work، یعنی من کار میکنم، اونا کار میکنن. For example, do you work، تو کار میکنی. Does she work، اون کار میکنه، اون همونی که خانومه کار میکنه. Does he work، اون آقای کار میکنه. Spelling of present simple verbs. خب میخوایم ببینیم که وقتی که با verb هایی که مثل s، مثل es یا مثل ies بهشون اضافه میشه رو چطوری تلفظ کنیم. جایی که خیلی معمولا توی اسپل کردن یا توی تلفظ کردن اشتباه میکنن. خب بیشتر verbs ها یعنی بیشتر فعل ها که همون اس سوم شخص بهشون اضافه میشه وقتی که he or she میاد، که
به راحتی اسم میگیرن و هیچ تغییر خاصی اون فعلا نمیکنن و اسپل کردنشون هم خیلی راحته. For example dances dance dances cook cooks sleep sleeps. دسته بعدی از افعال اونایی هستن که آخرشون به s sh ch and x ختم میشه. اگه با اینجور افعال مواجه شدید باید اون es رو به آخرشون اضافه بکنیم. خب چند تا مثال بزنیم، چند تا کلمه، چند تا ورب که معمولا بچه ها اشتباه میکنن توی خوندنشون چی هستش؟ مثل wash. خب حالا ما بگیم washes or washes which one. خب ببینید بچه ها washes غلطه، washes اوکی. یا مثلا teaches or teaches اوکی. or kisses اوکی kisses. so kisses washes teaches. دسته بعدی از افعال دسته هستن که در واقع حروفشون حروف بی صدا هستن و آخرشون به وای ختم میشه. وقتی که با اینجور فعلا مواجه میشیم باید بیایم وایو به آی تبدیل کنیم. بچه ها لفظ حذف وای غلطه، ما وایو حذف نمی کنیم، ما وایو به آی تبدیل میکنیم و آخرش یه es اضافه میکنیم. For example fix fixes tries studies اوکی. و آخرین دسته در واقع یه سری افعال استثناء هستن، یعنی به کل شکلشون عوض میشه، مثل go goes have has do does. بریم سراغ نکات حال ساده. خب یکی از نکاتو که حین تدریس همون جایی که داشتم نگاتیو پوزیتیو کوئسچن ها رو بهتون گفتم اونجا. خب نکته اول چیه؟ همون که گفتم بهتون، در واقع وقتی که میخوایم سوالی کنیم فعل کمکیمون رو میاریم و شکل ساده فعل رو در واقع میاریم، مثل my sister go to school every day اوکی. فعل ساده اومد، go خود همون go هستش. و وقتی که بخوایم اینو سوالیش کنیم میگیم چی؟ Does my sister goes to school every day اوکی. ببین فعلو به صورت ساده آوردیم. چرا؟ چون که از فعل کمکی does استفاده کردیم. خب نکته بعدی که هستش اینه که وقتی که یه سوالی میخوایم بپرسیم که اولش با who هستش، یعنی با who شروع میشه، اگه فاعل جمله مورد پرسش مورد سوال قرار بگیره از فعل کمکی استفاده نمی کنیم. در نتیجه سوال به صورت سوم شخص مفرد پرسیده میشه. For example who lives in London who plays tennis practice. اوکی گایز، بریم سراغ تمرین. بچه تمرین جایی هستش که یادگیری شما کامل میشه، یعنی شما فکر میکنید که خیلی اوکیید، خیلی یاد گرفتید، اما وقتی وارد تمرین کردن میشید میبینید که نه، هنوز یه جاهای ریزی بوده که یادگیریتون کامل نشده و به وسیله تمرین کردن اوکی میشه. خب اولین مثال میگه چی؟ میگه I'm living Tokyo. خب میگه من توی توکیو زندگی میکنم. حالا ایرادش کجاست؟ اوکی، ایرادش لیوینگه. لیوینگ نباید باشه، باید لیو باشه. ولی چرا؟ بگید ببینم این کدوم کاربرد بود؟ آفرین، کاربرد اول بود. کاربرد اول که میگفت پرمننت. پرمننت یعنی چی؟ خود پرمننت یعنی دائمی. خب میگه I'm living Tokyo، یعنی من به طور دائم توی توکیو زندگی میکنم. از قبل بودم، الان بودم، در آینده هم خواهم بود. پس باید از لیو استفاده کنه، نه لیوین. دومین مثال میگه we likes to travel. ما سفر کردن رو دوست داریم. خب we آورده، پس نباید بگه likes، باید بگه like. سومی میگه they doesn't eat good. خب بچه ها زی رو آورده، برای زی ما از doesn't استفاده نمی کنیم، از don't استفاده می کنیم اوکی. چهارمین مثال رو گوش بدید. میگه she tries to save money. خب این تمرینیه که شاید شما وقتی
میبینیدش بگید که اوکی این درسته. ولی بچه‌ها غلطه. دقت بکنید، درسته که ما گفتیم اگه شی یا هی دیدیم به آخر ورب اس اضافه میکنیم، اما دقت کنید که try حروفش بی صداه و آخرش به وای ختم شده، پس ما باید بگیم tries. اوکی، یعنی وایش رو به آی تبدیل کنیم و ای اس بهش اضافه بکنیم. تمرین بعدی میگه she visit her family on weekend. خب ببینید بچه ها، اینجا باز هم بر شی اومده، پس ما باید بگیم visits. اوکی، به خاطر اینکه شی اومده باید به آخر ورب اس اضافه کنیم. Alex play tennis twice a week. خب بچه ها الکس اومده پس ما باید چه کار کنیم؟ ببینید چون که الکس اومده، خب پس ما باید به پلی به آخرش اس اضافه بکنیم. و تمرین بعدی she doesn't visit her family on. خب بچه اینجا باز هم به همون نکته ارجاتون میدم. درست ببینید بچه، درسته که ما گفتیم با وقتی که شی میاد و هی میاد باید اس بذاریم و به آخر در واقع ورب اس اضافه بکنیم، اما گفتیم وقتی که فعل کمکی داریم دیگه اینو نمیاریم و ورب رو به همون شکلی که هست میذاریم. چون که اینجا خود داز اومده که در واقع دازنت اومده، ما ویزیت رو همونطوری که هست میذاریم دیگه، به آخرش اس اضافه نمی کنیم. و تمرین آخر میگه when the bus arrive. سوال پرسیده، داره میگه که اتوبوس کی رایو میشه. خب ببینید اینجا باید از فعل کمکی داز استفاده میکرد که استفاده نکرده، پس حواستون به اینجور تمرین هایی هم باشه که ممکنه یه چیزی رو جا بندازه. خب بچه هم میرسیم به آخرین قسمت این ویدیومون که هستش you answer، یعنی تو جواب بده. 3 تا تمرین براتون گذاشتم، حتما اینا رو حل کنید، جوابشون رو توی کامنت ها بنویسید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت من ویدیو میذارم اولین نفری باشید که ویدیو رو میبینید و ازش لذت ببرید. برای تمرینات بیشترم میتونید وارد چنل تلگرام بشید که هم جزوه این درس رو داشته باشید و هم تمرینات بیشتری کنید. و اگه راجع به سایر زمانها میخواید بدونید و سایر موضوعات زبان، حتما توی کامنت ها موضوعش رو به من بگید. بای.